زندگی لاکچری رونالدو از کجا تامین می شود؟ امروز سری به زندگی لاکچری ستاره پرتغالی فوتبال کریستیانو رونالدو میزنیم. رونالدو چه امکاناتی در اختیار دارد؟ بسیاری از ثروت رونالدو صرف خرید اموال شده و این مهاجم پرتغالی صاحب ساختمان‌هایی در سراسر جهان است. یک ویلای مجلل در توروین ایتالیا. این ملک در تپه‌های توروین واقع شده، از دو ویلای مجاور تشکیل شده و در یک جاده خصوصی با نگهبانان قرار دارد و توسط باغ‌های خصوصی احاطه شده است. به مساحت 10,763 فوت مربع معادل 1000 متر مربع و به ارزش 7.1 میلیون دلار با امکانات پیشرفته استخر و تجهیزات ورزشی. خانه رونالدو در لافینکا در شمال مادرید گرانترین ملک در پایتخت پرتغال به ارزش 7 میلیون یورو است. یک آپارتمان 3 خوابه با مبلمان درجه 1 و مناظر خیره کننده در برج ترامپ به ارزش 18.5 میلیون دلار. خانه 7 طبقه در جزیره مادیرا، جایی که متولد شده. خانه‌ای در کاستا دل سول، یک عمارت مجلل با یک استخر شنا به ارزش 33 میلیون دلار. همچنین یک خانه فول امکانات در منچستر یونایتد. این خانه روبروی یک زمین گلف برپا شده و دارای استخرهای متعدد و اتاق سینماست. دارای 7 اتاق خواب که هر کدام سرویس بهداشتی جداگانه دارند، یک سینمای خانگی شیک و بزرگ، استخر و سونا و همچنین یک باشگاه خانگی با تمام لوازم. بعد از امضای قرارداد با النصر عربستان، رونالدو و خانواده‌اش در هتلی در برج پادشاهی، یکی از بلندترین ساختمان‌ها در عربستان سعودی ساکن است و در سویت پادشاهی این آسمان خراش 99 طبقه اقامت دارد. قیمت سویت ذکر نشده، اما سویت ریاست جمهوری که کمی از سویت پادشاهی کوچکتر است با قیمت شبی 3300 پوند در دسترس است. رونالدو به مدت 1 ماه در این سویت ساکن خواهد بود و به دنبال خانه‌ای برای اقامت طولانی مدت در این کشور می‌گردد. اجاره این سویت مجلل ارزشی معادل ماهی 12 میلیارد تومان دارد. اما این مرد لاکچری چه ماشین‌هایی سوار می‌شود؟ کلکسیون ماشین کریستیانو رونالدو مجموعه‌ای از گران قیمت‌ترین خودروهای جهان است که هر یک به تنهایی مجموعه‌ای از ترین‌ها هستند. بوگاتی چانتودیچی که به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس این کمپانی ساخته شده، یکی از بوگاتی‌هایی است که در کلکسیون ماشین رونالدو قرار دارد. این سوپر اسپورت مجلل بوگاتی 110 نیز نامیده می شود. لامبورگینی اونتادور یکی دیگر از خودروهای خاص رونالدو است. این خودرو در سال 2011 به عنوان یک سوپر اسپورت توسط لامبورگینی رونمایی شد. مازراتی گرند کابریو که در کلاس خودروهای کوپه و گروه جی تی قرار می گیرد و از سال 2007 تولید می شود. خودروی بعدی کلکسیون رونالدو سدان لوکس رولز رویس فانتوم است که تاکنون در 8 نسل تولید شده و این ستاره دنیای فوتبال یک نسخه از نسل 8 این خودرو را در پارکینگ خود جای داده. سدان فول سایز و مجلل فانتوم دومین نسخه از این برند است که تحت مالکیت BMW تولید شده. کانتیننتال اسپید که سریع‌ترین بنرتی نام گرفته و در سال 2013 روانه بازار شد. فراری D12 TDF که در بین خاص‌ترین فراری های جهان قرار دارد. مکلارن سنا یکی از خودروهای موجود در فهرست کلکسیون ماشین رونالدو است. از این سوپر اسپورت تنها 500 نسخه تولید خواهد شد. بوگاتی لاویتور به مجموعه کلکسیون رونالدو اضافه شده. از این خودرو 10 دستگاه ساخته شده که کریس رونالدو توانسته یکی از آنها را با قیمت 9 میلیون یورو بخرد. مرسدس بنز GLE 63 S AMG کوپه کراس قدرتمند آلمانی
از آخرین خودروهایی است که به پارکینگ کلکسیون ماشین رونالدو راه یافته و در میان قوی‌ترین های جهان عرضه اندام می‌کند. باید دید رونالدو به غیر از فوتبال از چه راه‌هایی کسب درآمد می‌کند که زندگی لاکچری خود و خانواده‌اش را فراهم می‌کند. لطفاً ویدیو را لایک کنید و با ما همراه باشید. کریستیانو رونالدو در حال حاضر پردرآمدترین بازیکن جهان به شمار می رود. وی به جز قراردادش تا سال 2021 میلادی با رئال مادرید با درآمد هفتگی $460,000 و سالانه $24 میلیون قراردادی مادام العمر را نیز با کمپانی نایکی به امضا رسانده. همچنین با شرکت‌هایی مانند هربالایف، کاسترول، سامسونگ و KFC قراردادهای تجاری دارد. رونالدو تنها از قرارداد با نایکی سالانه $13 میلیون درآمد داشته. او از سال 2003 میلادی با این کمپانی آمریکایی همکاری می‌کند. قرارداد جدید وی با نایکی به صورت مادام العمر سالانه $24 میلیون برایش به ارمغان خواهد آورد. وقتی که رونالدو 73 ساله شود، ارزش این همکاری به $1 میلیارد خواهد رسید. ماشین بازی و خرید اتومبیل یکی از تفریحات کریستیانو است. رونالدو در زادگاهش مادیرا هتلی را با شکل شمایل فوتبالی افتتاح کرد. دارایی خالص او نزدیک به $1 میلیارد تخمین زده شده. سالانه فقط $125 میلیون از حقوق فوتبالی و تاییدیه‌هایش درآمد دارد. او همچنین صاحب یک مجموعه عظیم از املاک و هتل هاست. اما ظاهراً گران قیمت‌ترین دارایی این مرد قلب اوست که بدون هیچ منتی با همه طرفدارانش مهربان است. برای ما رفتار رونالدو با فاطمه درخشان‌ترین لحظه حضور او در ایران بود. شما کدام رفتار رونالدو در ایران را بیشتر دوست دارید؟ لطفاً ویدیو را لایک کنید و نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک بگذارید.